با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و سروران گرامی. مصطفی مهاجر هستم با یک برنامه دیگر از کانال افغان کبرا در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم. دوستان عزیز، موضوع برنامه ما روی اطلاعیه مهم سازمان ملل متحد برای پناهندگان و پناهجویان افغان مقیم ایران می باشد. بیشتر از دوستان میگه که ما چگونه میتونیم به این اطلاعیات که از طرف سازمان ملل متحد و نشر میرسه دسترسی پیدا کنیم. بسیار ساده است دوستان عزیز، میتونید شما از طریق همین موبایلی که در دستتان هست به صفحه موبایلتان رفته و گوگل سرچ کنین و فقط نوشته کنین که صفحه کمک های سازمان ملل متحد برای مهاجرین افغان و صفحه باز میشه و شما میتونین که هر هفته از اطلاعات جدیدی که سازمان ملل متحد برای مهاجرین و پناهجویان عزیزی که در ایران زندگی میکنند مطلع باشین. و حالا میریم با هم همه اطلاعی که جدیداً به دست ما رسیده که خیلی موضوع مهمی هم هست با همراه شما یک جا به خوانش میگیریم. خب دوستان عزیز، به منوی موبایلتان رفتم، گوگل هم میزنین، بعد میرین در گزینه جستجو. خب دوستان عزیز، ما قبلا این صفحه را باز کرده بودیم یک بار، صفحه کمک به ایمیل و آدرس سازمان ملل در ایران. رو همین کلیک میکنیم، گزینه اولش که میایه نه و گزینه دومش کلیک میکنیم، با همچین صفحه مواجه میشین دوستان عزیز که نوشته کرده خوش آمدید و صفحه کمک است. خب اما اطلاعیه مهمی که گفتم که از طرف سازمان ملل متحد برای پناهندگان و پناهجویان افغان اطلاعیه داده به خوانش میگیریم. خب ابتدا کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران، کمک برای پناهندگان و پناهجویان، قابل توجه تمامی پناهندگان و پناهجویان، پیرو اطلاعیه دولت مبنی بر تمدید مدارک شناسایی پناهندگی و پناهجویان با شیوه جدید با عنوان کارت هوشمند مهاجرین و اتباع خارجی. کمیساری حالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اکیداً توجه داشته باشین دوستان که در این قسمت اکیداً توصیه می نماید تا قبل از مراجعه برای صدور کارت های جدید خود از کارت شناسایی فعلی خود و همه اعضای خانواده، کارت آمایش، هویت، پاسپورت، برگه سرشماری، بازشماری و غیره یک نسخه کپی و همراه داشته باشید یا آن را اسکن کرده یا از آن عکس بگیرید. با داشتن این اطلاعات زمانی که برای مشاوره یا همون انتریو دوستان عزیز برای مشاوره یا پشتیبانی به سازمان ها مراجعه می نمایید، اطمینان حاصل می شود که پرونده های شما در پایگاه اطلاعاتی قابل شناسایی هست. دوستان توجه داشته باشید، برای دریافت اطلاعات و یا راهنمایی بیشتر با کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از طریق شماره تلفن های پذیرش و یا آدرس ایمیل که همین می باشه تماس حاصل فرمایید. دوستان عزیزی که پرسان کرده بودن چگونه میتونیم به دفتر سازمان ملل متحد ایمیل بزنیم یا تماس حاصل بگیریم، در همین صفحه می باشه که در انتهای این صفحه ببینید در این قسمت از آخرین اخبار تماس با کمیساری عالی که ما روش کلیک میکنیم میرن ببینید دوستان اینجا نوشته که چگونه با کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران تماس بگیریم که اینجا کلا نوشته کرده از کل شهرها، این از تهران است، آدرس شما است، خیابان ونک، خیابان شیراز شمالی، کوچه امداد شرقی، پلاک 3، کد پستیش، شماره تلفنش، مسیرش و کل چیز. اصفهان است، مشهد است، کرمان، شیراز. شما میتونین از طریق این سایت با تماس شد. خب دوستان عزیز گرامی، امیدوار هستم که برنامه برای شما مفید واقع شده باشه و اگر میخواین که برنامه بعدی ما را بیننده باشین لطف کنین اون دکمه سابسکرایب بزنین و در ادامهش زنگوله را بزنین که برنامه بعدی ما برای شما بیاید. برنامه بعدی ما موضوعی است که چه کسانی بدون از اینکه براش پیامک بیاید منتظر باشن واجد شرایط گرفتن کارت هوشمند هستند و ما روی از این برنامه موضوع یک برنامه آماده کردیم که شما میتونین بیننده باشین. فقط اون زنگوله رو بزنین برنامه براتون بیاد. سلامت باشین. تشکر.